هم گاهی وقتا اگه مردم با انسان‌های غریب تعامل کردن نمیتونن، مثلا در جای یک مهمانی یه چیز باشه، چند نفر آدمای غریب بیچاران اونجا باشه، امی که نمیتونه پیش از اونها بره که از اونها بشینه و مجالست بکنه. بعض از حالات دیده باشین یک نفر اما تو در یک مجلس باشه، مردمای کلانتر هم با کشفشتر هم باشن، اگر تو در یک موقعیت پایینتری قرار میگیری که در جمع انسان‌های میایی که از لحاظ دنیوی ضعیفتر هستن، حس ناراحتی در وجود انسان پیدا میشه. دیدین نه؟ اگر اینمی حس باعث شود که تو نتونی که از اونها مجالست بکنی، این تکبری هست که در رفتارهای انسان‌ها چی میشه؟ ظاهر میشه و بسا موارد انسان‌ها امیر متوجه نیستن. این حس منظور مرا فهمیدین؟ دقت کردین در یک جای مردمی وجود دارن، مردمای غریب بیچاره هستن، شما نمیتونین خود قناعت بدین که برین با اونها چی بکنین؟ مجالست بکنین. این واضح شدن رفتار یک نفر هست در زمینه‌های تکبر در افعالش و این هم خیلی خطرناک است. دقت کردین و باز در علاجش میگیم که یکی از راه‌های علاج اینمیست که وقتی دیدین نفس شما را اجازه نمیده که یک کار را بکنین، به این گمان که گویا شما کم میایین، اونمو کار قصدی بکنین. دقت کنین اونمو کار چی بکنین؟ قصدی بکنین که اینمی غرور نفستان بشکنه.